سلام دوستان، شستشوی کولر پنجره‌ای. قاب اصلیشو که از کولر جدا میکنیم، قسمتی که نیاز داره با یه دونه پیشگوشتی 4 سویه یا پیشگوشتی برقی شارژی باز میکنیم، به خاطر اینکه دسترسی داشته باشیم به این قسمتایی که رادیاتور جلو عقب که شستشوی بهتری داشته باشیم. بهتری که از فرچه‌های نرم، بروس رنگ، قلموی رنگ و مسواک استفاده کنیم. همینجوری که می‌بینید کاملا خاکه، مخصوصا قسمت رادیات عقب. این قسمت کابلش رو دو شاخش هم پلاستیک میزنیم که آب نفوذ نکنه. با یه دونه مسواک آروم در جهت اون شیارای رادیات مسواکون بکشید که خم نشه، نخوابه اون قسمت ها. بعد اگر هوا داشتید، با فشار هوا میتونید اون گرد خاکی که بین شبکه‌های رادیات مونده رو از این با برسم روی فنه، این موتور فنه، کاملا پروانه و فن رو تمیز میکنید. هرچی خاکه از این، چون میبینید روی فن رو نمیشه، موتور فن رو نمیشه آب گرفت و اگر آب نفوذ کنه باعث میشه که آسیب ببینه. تا اونجایی که با دست راه داره به آرومی تمیز میکنیم، خاک و اون چیزا رو از بین میبریم با یه دونه پلاستیک. خیلی با حوصله روی فن رو بپوشونید، چون اصلا روی موتور فن نبایستی قسمتش آب نفوذ کنه، چون باعث میشه که موتور بعد از اینکه شستشو تمام شد اگر آبی نفوذ کنه موتور آسیب ببینی، بسوزه یا مشکلی براش پیش بیاد. تا اونجایی که راه داره با هوا قبل از اینکه آب بگیرید، اگر هوا نرادش مهم نیست، میتونید بعد از اینکه با برس تمیز کردید خیلی قشنگ با آب بشورید. اینجا ما از واتر جت استفاده میکنیم. بازم واتر جت مثلا نیاز ضروری نداره، شما با شلنگ آب با فشار هم میتونید همین کارو بکنید. خیلی آروم در جهت شبکه‌های رادیات بشورید. سعی کنید که لوله‌های نازک گاز رفت و برگشت اینا زیاد ضربه نخوره، فشار بهشون نیاد، خیلی آسیب پذیرن، ممکنه باعث بشه آسیب ببینه و گاز خارج بشه. قسمتی که نیاز داره قشنگ با آب، با فشار آب میشورید. تمام قسمت قاب بیرونی محافظ کولر. دقت داشته باشید که در رابطه با کولرهای پنجره‌ایه، کولر اسپلیت کلا روششون فرق میکنه. این هم قسمت این فیلتر جلوی رادیات جلوه، اونم تا میتونید با آب بشورید. نتیجه کار به این شکله که الان میبینید کاملا شبکه باز شده، رادیات قشنگ اون هوادهی انجام میده، گاز خنک میشه. بله، بعد پلاستیکی روی فن رو باز کنید. اون قابایی که باز کرده بودید مجددا ببندید. همشون پیچای 4 سو میخوره، مشکلی نداره. بعضی از این قابای کولر، قاب اصلیش بعضیشون پیچ داره، بعضی پیچ نداره. کافیه که کولر از جاش در بیارید که برات کشویی از توی کولر از توی قابش در میاد. بعد از اینکه تمام اینا رو بستید، مطمئن بشید که خشک کولر داخلی، حتی آب فقط روی فن و قسمت‌های برقیش نباشه کافیه. بقیه جاش زیاد نسبت به آب حساسیت نداره. قسمت کنترلرش، یعنی قسمت کلیدا هست، اونجا نباید آب بخوره، روی فن نباید. در آخر هم این قابو به همین شکل به صورت کشویی باسید جا بزنید. البته نیازه که با یکی از دوستان به شما کمک کنه که بتونید کولر رو بلند کنید و کشویی جا بزنید. در آخر هم که وقتی کولر رو سر جاش جا زدید، قاب بیرونی مال پنجره جلوش رو جا میزنید. 2 تا پیچ پایین داره در این قسمت معمولا که مجددا از بالا خار داره، ضامن جا میخوره، از پایین هم 2 تا پیچ. این 2 تا پیچ باید کامل بعد از اینکه خار جا رفت بسته بشه. تمام اینا با 4 سو بسته میشه. در نهایت هم اون فیلتر جلوی رادیات جلو رو هم باید جا بزنید تا از نفوذ گرد و خاک به رادیات جلوگیری کنه.
چون فیلتر رو بعد از هر چند وقت یه بار بایستی باز کنید، شستشو بدید، بعد از خشک شدن دوباره جا بزنید که رادیات جلوتون کثیف نشه. این کار باعث میشه که تهویه این رادیاتور بهتر کار کنن، گاز بهتر خنک بشه و خروجی بهتری داشته باشه. ممنون از توجه شما.